مسیر یک، مسیر دو. مسیر یک اینه که بری با دنیای بیرون بجنگی. برو، فکر میکنم تو حالا این کارو کردی، همه آدمای اطرافت هم دارن این کارو میکنن، برو ببین چقدر موفقیت به دست میاری. مسیر دو اینه، اگر از مسیر یک خسته شدی، بیا مسیر دو رو که من دارم بهت میگم امتحان کن. نمیگم بپذیر، شک کن و امتحان کن. بذار ببینم تاثیر میذاره یا نه. بذار ببینم من اگه صبح از خواب بیدار میشم موقعی مسواک زدن به جای فکرای نفرت، فکرای قدردانی داشته باشم، فکرای پذیرش داشته باشم، عشق داشته باشم. من 5 روز نشسته بودم یه جا و داشتیم برث ورک میکردیم و یکی از جلوم رد شد. انقدر نمیشناختمش، تا حالا ندیدمش، دیگم نخواهم دیدش. برای 30 ثانیه‌ای که از جلوم رد شد انقدر احساس خوب براش تو خودم ایجاد کردم که گریم گرفت. براش آرزو، آقا یه آدمی جلو من داره رد میشه، من نمیشناسمش، تا دفعه اولم میبینمش دیگم نمیبینمش. خب براش احساس عشق تو خودم ایجاد کردم. اون سود برد یا من؟ جواب اینه که احتمالاً هر دومون، ولی در درجه اول من. امیدوارم اونم بعداً به خاطر این احساس عشقی که من براش فرستادم و ایجاد کردم چیزی دریافت کنه. ولی مهم اینه که من تو همون لحظه پاداش احساس خوبم رو دیدم. پاداش احساس خوبم باز شدن قلبم بود، بالا اومدن انرژیم بود، سکوتی بود که توی ذهنم برقرار شد. حالا تصور کن همون آدم داره رد میشه، من نمیبینمش، نگاش کنم چقدر لباسش کثیفه، چقدر بیریخ. اون ضرر کرد یا من؟ عصبانی بشم بهش، این سیاه‌پوستا اینجوری، این ژاپنی‌ها اینجوری، این عربا اینجوری، این ترکا اینجوری، این اصفهانی‌ها اون ضرر کرد یا من؟ تو لحظه کارمای کار خودم رو دارم دریافت میکنم. تو همیشه سر این دوراهیه، تو همیشه میتونی یکم بهتر ببینی. همسر قرقرو تو میتونی یکم بهتر ببینی، همیشه بدون استثنا. داره غر میزنه به جونت، دیوونت کرد، نه پول میده، خشنه، بد اخلاقه، مهربون نیست، میشه یکم مهربون تر دید. چجوری؟ نگاش کن، یه بچه 6 سال است، آسیب خورده، کتک خورده، سختی دیده و آگاهی نداره و تو تاریکیه و داره این تاریکی رو به تو هم القا میکنه. تو میتونی درگیر تاریکیش بشی یا میتونی نگاه کنی و بگی آخی چقدر عذاب کشیده، چقدر داره عذاب میکشه، چقدر سختشه. خدایا شکرت که من تو اون تاریکی نیستم. خدایا از قلب من به قلب این بنده خدا یه ذره باز، یه ذره آگاهی، یه ذره نور بفرست. حالا عوض عوض میشه یا نمیشه؟ نگاهت به اون آدم و به زندگیت و به اون لحظه عوض میشه یا نمیشه؟ خوشحالی تو کار خودته، خوشحال کردن خودت کار فقط خودت. هیچ کسی مسئولیت رو عهده نداره. اگه به هر کسی مسئولیت رو بدی ناامیدت میکنه و ناامیدت میکنه، نه چون اون آدم بدیه، اون توانایی خوشحال کردن تو رو نداره، چون مسئولیتی که بهش دادی اصلا منصفانه نبود. مسئولیت آدما خوشحال کردن تو نیست، مسئولیت رابطه خوشحال کردن تو نیست، مسئولیت پارتنرت، دوست دخترت، دوست پسرت، همسرت، پدرت، مادرت، رئیست خوشحال کردن تو نیست. تو کار خودت رو باید انجام بدی. مسئولیت خدا خوشحال کردن تو نیست، اون کار خودت. و وقتی خوشحال زندگی کنی، دنیا خوشحالی رو رفلکت میکنه، دنیا خوشحالی بهت نشون میده. مولانا میگه شاد باش و فارغ و ایمن که من آن کنم با تو که باران با چمن. تو خوشحال باش، تو شاد باش، تو آروم باش، تو با اطمینان زندگی کن. ببین من چه کار برات میکنم، ببین چه جوری به پات میریزم، همه یه چیزایی که در به در دنبالشون و میریزه و این قول تو خالی. سختی‌های زندگی، دردات، شکستای عشقیت، ناراحتیات، احساسای بدت میخوان یه چیزی توی تو بیدار کنن و اون چیز توی واقعی و اون چیز یه توییه که شهامت داره، خودشو از دست نمیده، خالی نیست، خودشو ترک نمیکنه و قدرتمنده و میدرخشه. اون قراره از تو زاده بشه. درست همونطور که زایمان درد داره، این زایمان هم درد داره. ولی تو با دنبال آسونی، تو دنبال زندگی آسونی، یکی پیداشه دست منو بگیره عاشقم شه، یکی پیداشه منو خوشبخت کنه، یه کتابی یه جا بخونم که چیزایی که قراره یاد بگیرم و بهم یاد بده. همش بیرون بیرون بیرون. کتابا هیچی برای یاد دادن به تو ندارن. بس آموزش. الان وقت تجربه است، الان وقت حس کردنه، الان وقت بیدار شدنه.